شاید فکر می‌کردید مقاومت‌ها را در مدرسه کامل یاد گرفته‌اید، اما احتمالاً فقط نصف ماجرا را فهمیده‌اید. اگر معلم فیزیک شما اینطور توضیح میداد، شاید الان در هاروارد بودید. در اصل کار یک مقاومت تبدیل انرژی الکتریکی به گرماست. به نظر هدر دادن میآید، نه؟ پس چرا تقریباً در همه دستگاه‌های الکترونیکی وجود دارند؟ برای جواب باید خود مقاومت را بفهمیم. جریان الکتریکی در واقع الکترون‌هایی است که از یک رسانه عبور می‌کنند، اما رسانه‌ها مثل جاده‌های کامل نیستند. اتم‌ها سر راه ایستادند و وقتی الکترون‌ها به آنها برخورد می‌کنند، انرژی خود را به شکل گرما از دست می‌دهند. این همان مقاومت است. قانون اوم می‌گوید با ولتاژ ثابت هرچه مقاومت بیشتر باشد، جریان کمتر خواهد بود. مقاومت‌ها از همین اصل استفاده می‌کنند تا مقدار جریان در مدار را کنترل کنند. طراحی آنها ساده و هوشمندانه است. یک تکه ماده مقاومتی دور یک هسته سرامیکی عایق پیچیده شده و سیم‌هایی به دو سر آن وصل می‌شود. نوع ماده و طولش مقدار